سامسون عزیز، حالتون چطوره؟ من ویزادوری هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. دوستان عزیز، ویدیو امروز اومدم براتون یه اتچمنت HS گذاشتم. واقعا اتچمنت HS خیلی خفنه. به علاوه یه باگ عجیب که واقعا باگش خیلی عجیب بود. باگش جلوتر هم باگش رو بهتون توضیح دادم، هم اتچمنتش رو گذاشتم. بچه من 2 روز ویدیو نذاشتم. چرا؟ چون یکم خسته بودم، واقعا سرما خوردم. حقیقتا اگه میبینید صدام یه طوریه، سرما خوردم. خاطر همون 2 روز ویدیو نذاشتم، ولی از همین امروز دوباره دیلی آپلود رو داریم. یعنی دیلی آپلود دیگه، هر روز ویدیو میذاریم، چه شورت ویدیو باشه چه ویدیو عادی، همین لانگ ویدیو. بچه‌ها یه موضوعی هم که بخوام در مورد شاتگان جدیده بگم همینی، یه چیز مزخرفیه واقعا. بعضی وقتا وان شات میکنه، بعضی وقتا وان شات نمیکنه. مثلا همین صحنه نگاه کنید، یارو اومد جلوم، یه شات زدم وان شات شد. خیلی عادی وان شات شد. اینجا لوتاشو برداشتم رفتم پایین، داشتم اینجا دمیج میشدم، رفتم پایین یکی رو داشتم میزدم، اون وان شات نشد. خیلی عجیبه واقعا، نمیدونم چطوری وان شات میکنه یا اصلا وان شات نمیکنه. باید بشینم یه بار تستش کنم. ببین همین این بوکسر هم که تو دور اول گرفتم، سفیدی هم باشد، یه شات 2 شات، میبینید 2 شاتش کردم اینجا. نمیدونم چرا اینطوری این شات کنه، خیلی عجیبه. اینجا اسکواد جلو مود، رفتم بالا میخواستم اینو بزنم، دیدم یا خدا اینا چه زیادن. بک دادم، تندرو کشم بودو بینم. واقعا یه لایک پای این ویدیو به خاطر همین شات بذار. واقعا یه لایک نمیرسه با یه کامنت. خیلی اشکی داشت. اینجا هم که رفتن اینا لابی، اینجا همون جایی که باگر رو پیدا کردم. من دیگه حرف نمیزنم توی همین تیکه، شما خودتون بشنوید چی میگن. بابا چنی میکنی تو؟ بابا بنازم ما خوش تکون بخورم. آجی خیلی خوبی. نزن داداش، یارمونو نزن تا بیا خانه شیامونو برداره. خب همینطوری که دیدید 3 تا شات زدم، 3 تاش هم وان شات شد. واقعا اینم ببینید، اینم یه شات خوشگل. اینجا هم گوشیم لک کرد، واقعا یه لحظه دلم گرفت. بچه بذارید اول باگش رو بهتون میگم. باگش اینطوریه که باید یه دونه پرک، فقط یه دونه پرک رو شاتگانتون باشه. فهمیدید؟ یه دونه پرک. اون پرکم لانگ برل اپیکه. روی لانگ برل لجند کار نمیکنه این باگ، فقط لانگ برل اپیک باید روی این شاتگانه باشه تا باگش کار کنه براتون. اینجا رفتم بالا، داشت یارمو میزد، هسکوله نمیدونم چه اسمی، عرب بودم فکر کنم، عرب بودم. اینجا هم که اینو زدنش. اینجا پایین صدا تیر گرفتم، رفتم داشتم اینجا آرمور 200 پر کردم. بذارین یکم نکات آموزشی براتون میگم. البته شما خودتون که اوستا هستین، ولی خب اینجا گلید رو باز کردم. اینجا 2 نفر جلوم بودن، اولی رو تا دیدم گانو گرفتم روش، به محض اینکه زدم کاور گرفتم. این کاور گرفتن خیلی مهمه تو بازی. هیچ وقت کاورتون رو ول نکنید. یعنی شما کاور داشته باشید، موومنت داشته باشید، دقت تیرم داشته باشید، یعنی بهترین بازی رو دارید. نگاه کنید موومنت های جامپ شاتی، حال کردید؟ به این میگم موومنت های جامپ شاتی. اینجا بازم وان شات ها شروع شد. واقعا اینجا کلی دوباره وان شات کردم با همین اتچمنت و همین باگ. نگاه کنید یه شات برگشتم، اینم دومی شد، 2 تا وان شات. واقعا این اتچمنت خیلی خوبه بچه. اینم از اتچمنتش بردارید. حتما گفتم لانگ برل اپیک فقط بندازید روش. دیگه کم کم داریم به آخرای ویدیو نزدیک میشیم. خیلی دوستانتون دارم، خیلی اشکید. اگه دوست داشتید چنلم ساب کنید.
مراقب خودتون باشید. فعلا بابای.